گل اول به بارسای فیلیک نزنید. در شروع بازی شزنی پنالتی داد و امباپه گلش کرد. روی پاس وینیسیوس امباپه دبل کرد و در همون ابتدا بارسا 2-0 عقب افتاد. اما استارت کامبک خیلی زود زده شد. ارسال رافینیا، سابوندن فران تورس و اریک گارسیا که بازی رو کرد 2-1. با دبل پاس گل فران تورس و ضربه خوشگل و فنی یامال بازی 2-2 شد و 2 دقیقه بعد گل دوم با پاس پدری پای رافینیا هم به گلزنی باز شد و بازی شد 3-2. برتری 2 گله رئال با هتریک پاس گل تورس و دبل رافینیا تبدیل شد به باخت 4-2 تو همون نیمه اول. در نیمه دوم با پاس وینی امباپه هتریک کرد و اختلاف به حداقل رسوند. اما همین امباپه با دخالتش روی ضربه سر شوامنی باعث آفساید شد و گل رئال مردود شد و کامبک تکمیل نشد. در سمت مقابل هم ضربه خوشگل و دیدنی فرمین لوپز تو روز تولدش به علت هندش مردود شد. غیر از اینا هر کدوم از دو تیم 1-2 گل دیگه هم زده بودن که مردود شد، وگرنه بازی خیلی پرگل‌تر میشد. خلاصه یه چیزی رو یادتون باشه،